من یکی از اعضای سابق حزب ممنوع در تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی، ایام الدین ستاری هستم که 1-2 روز قبل یک مصاحبه ویدیویی مرا در تلویزیون چه در کشور و چه در جهان دیدید. من در آنجا پرده از بسیار کارهایی را که حزب ممنوع در تاجیکستان، حزب نهضت اسلام انجام داده بود به مردم گفتم و هدف من از این گفتار این بود که شاید در بین جامعه شخصانی باشند که از این نیرنگ ها بیخبرند و در پشت پرده چه بازی هایی که در حال انجام است و شاید که از این سخنان من یک بخش جوانان ما باز به وطن برگردند و به زندگی آسوده خودشان ادامه دهند و فریب انسان هایی که غرضناک هستند برای منفعت خود کار می کنند را نخورند. ولی متاسفانه در برنامه‌های اینترنتی و در شبکه‌های اجتماعی بسیار سخن‌هایی شنیدم که مرا سخت ناراحت کرد و مرا مجبور ساخت که بار دوم به مردم شریف تاجیکستان، به مردم دنیا خطاب کنم و بگویم که آن سخنانی را که من گفتم که من موسفید گویا در اینجا آورده تهدید کرده باشند، زده باشند، دندانهایم را شکسته و مرا تهدید کرده اند، باید بگویم که هیچ کس این کار را نکرده است. آن حرفایی را که میگویند حکومت خیانت میکند و دیگرانی را که برگشتند مجبور به این کار میکند. برای چه به غیر از من دیگر هیچ کس را مجبور نکردند؟ سید ابراهیم نظر از روزی که آمده است حتی یک نفر او را احضار نکرده و هیچ کس از او چیزی نپرسیده است. صدها نفر خانواده از هر کجا برگشتند، هیچ کس از آنها چیزی نپرسیده است و آنها را تهدید نکردند. این یک قرض ایمانی و وجدانی من بود که من این چیز را خواستم به مردم بگویم در آخر عمرم که شاید یک نفعی به مردم تاجیکستان رسانده باشم. این قرض ایمانی من بود. من یک انسانی هستم که هیچ وقت برای پول برای هیچ کس خدمت نکردم، از هیچ کس هم نترسیدم و الان هم از هیچ کس ترسی ندارم. شما این چیز را باید خوب درک کنید. وقتی من یک چیز را میگویم با تمام مسئولیت میگویم. اگر آن انسان‌هایی که باور ندارند دلیل خودشان را بیاورند که من دروغ میگویم، دلیل و سند بیاورند که من وقتی میگویم که سببگار جنگ شهروندی حزب تروریستی نهضت بود بیایند و بگویند که ما نبودیم. صدها دلیل دیگر ناگفته است. من حالا تنها به شکل عمومی حرف میزنم. اگر به شکل خصوصی و جزئی حرف بزنم پرده از بسیار اعمالهای رهبران این حزب ممنوع آشکار میگردد. خصوصا مصاحبه‌ای را که دستگاه حزب ممنوع در تاجیکستان حزب نهضت باباجان قیومزاد در سامانه اینترنتی پخش کرد مرا بسیار حیرت زده کرد. میخواستم که به این شخص جواب بدهم باباجان به سر انصاف بیا، خودت این چیزها را خوب میدانی که من دروغ نمیگویم. من هیچ وقت هم دروغ نگفتم و از هیچ کس هم نمیترسم. این چیزها را اختیاراً از پیش خود میگویم که شاید در آخر عمرم به نفع کسی گفته باشم. برای ملتم این کار را میکنم. من قبل از اینکه یک کار را کنم اول استخاره میکنم، به خداوند توکل میکنم که همین سخن من درست باشد، راست باشد. من خدمت در عمرم به هیچ کس از ترس و برای پول نکردم. اگر برای پول میشد در همان اروپا میماندم. میلیون ها دلار و همه چیز در همان جا هست که شما در آنجا جمع شده اید. من همه چیز را ترک کردم، بلند شدم، به اینجا آمدم. برای چه؟ برای آنکه وطن و ملتم را از همه چیز بالا می‌دانم. خودت بابا جان برای من چند بار این دستورها را داده بودی. این را من آشکار به خودت میگویم. بیا بابا جان به عزت نفس من نرسید. خودتان میدانید که مرا اگر غضبم بیاید نمیدانم، سخنهای ناگفته بسیار است. حالا هم من رعایت حال شما را کردم که به طور عمومی حرف زدم، اما اگر لازم باشد بعد به شکل جزئی تک تک خواهم گفت این حرفها را. به سر انصاف بیا. اگر شما در حقیقت گناهکار نیستید به مثل من سخنرانی ویدیویی کنید. کبیری خودت و دیگران سند و دلیل‌هایتان را بیاورید که نه دامولا ایام الدین خودش تروریست است. بگویید که من همین کارها را کردم. من ساکت میشم وقتی شما سند و دلیل دارید. این چیزها را نه تنها من، آن آدمانی که در ایران آماده کرده بودیم قبل از من آمده در اینجا اقرار کردند. فقط همین که من آن چیزها را آشکار میگویم تا که موسفیدی مرا
دامولاگی مرا و مولویگی مرا مردم به نظر بگیرند، فکر کنند که همین آدم دروغ نمیگوید. همان شخصان همهشان در زندان هستند. آنها پیش از من آمده بودند 2 سال پیش، در دست افتادند، همه چیز را گفتند. این حرفی نیست که من شما را آشکار تهمت میکنم. یک دولت بزرگ دنیا در منطقه ایران است. می شود همین جوری تهمت زد این کشور را، یا یک حزبی که تمام دنیا آن را می شناسد می شود آن را چنین تهمت کرد؟ من کی هستم که شما را تهمت کنم؟ من هرچی گفتم با سند و دلیل گفتم و برای این سخنم در نزد خدا، در نزد جامعه جواب میگویم. من بار دیگر به بابا جان خطاب کرده میگویم، من این را میگویم که غیر از من و خودت شاید هیچ کس خبر ندارد. در اداره حزب در ماه دسامبر سال 2015 وقتی که من آمده بودم به ترکیه، در همانجا خودت به من همین توصیه را دادی که کوزوف میرزا رحیم شما را توصیه کرده است که بیایید به ایران. رهبریت حزب همین را برای شما توصیه کرده که شما یک آدم موی سفید هستید که بروید در ایران بچه ها را تربیه کنید. این را چه میگویی؟ دیگر سندها و دلیل‌هایی نیز هستند، ولی در این فرصت کوتاه من نمیتوانم همه را بگویم. اگر لازم شود باز در آینده صحبت میکنم. فقط همین که شما هم بدانید که حق است. اگر شما نیز زیر پایهایتان تر نباشد و جنایتکار نباشید و به همه این کارها آلوده نباشید، بلند شوید به مثل من مصاحبه دهید. در این فضای آزاد این را تمام دنیا میشنوند و میبینند. آدم احمق خودش را در دنیا شرمنده میکند وقتی یک حرف را میزند. همان آدمان بی عقل هم یک چیزی را میفهمند که وقتی یک حرف را میزنی آدمان دنیا فکر میکنند که چه گفته ای. من به دیده باز آشکار در چشمانتان نگاه میکنم و حرف میزنم. من هدف دارم که شما برگشته بیایید، به نتیجه برسید، همه تان برگردید و بیایید. وطن به آغوش باز شما را انتظار است. به این رفتاری که شما کرده اید شما به هیچ کجا نمی رسید. هیچ وقت به نفع دولت و ملت خودمان هیچ کاری نمی شود انجام داد. برگشته بیایید، آرام زندگی کنید. من با همراهی شما بودم. آمدم، دولت و حکومت مرا بخشید. به جز من کسی این حرفها را میزند؟ اگر اینطور بود باید همه این حرفها را میزدند. سعید ابراهیم نظر قبل از من آمده بود. او را میبینم، میگوید که تا حال هیچ کس او را احضار نکرده. باز 10 ها و 100 ها نفر دیگر آمدند، زندگی میکنند. شما هم بیایید، باز هم من حرف میزنم، شما حرف نزنید. شما را هیچ کس هیچ چیز نمیگوید. برای همین شما هم به خلاصه بیایید که وقتی که یک نفر را دروغگو میگویید، این دروغگو گفتن هم مسئولیت دارد. یک آدم موی سفید را به مثل من میگویید که دروغ میگویید. باید اندیشه کنید که دروغگو گفتن یک آدم چه معنا دارد. اگر با این سخنهایتان مرا ترساندنی هستید، من از هیچ کس نمی ترسم به غیر از خدا. هر چیزی که بر سر بنده بیاید تقدیر الهی است. من حرفی نزدم، کاری نکردم که شما را تهمت کرده باشم. فقط همین که همان چیزهایی را گفتم، چیزهایی را که همه می دانند. فقط همین که من گفتم تا که بعضی آدمانی که مرا می شناسند، مرا احترام می کنند، مرا باور دارند، شاید از سخنان من کدام آدم گمراه برگشته به وطن بیاید. همین است هدف من. اگر من بگویم که شما این کارها را نکردید، اما آن کارها را شما کرده اید، هیچ زمان ملت تاجیک شما را نمی بخشد برای آن جنایت ها. اگر به شرطی که به خلاصه‌ای نیایید و پشیمان نشوید و گشته پیش ملت نآیید و سر خم نکنید و عذر نپرسید، گناههای شما را هیچ کس نمی بخشد. من بار دیگر به جامعه جهانی، به سازمانهای بانفوذ بین المللی و شهروندان عزیز کشورم خطاب می کنم که آن مصاحبه ای را که من 2-3 روز قبل در تلویزیون دادم و پخش کردم 100% راست است. هیچ سخن من دروغ نیست. آن سندها و دلیل‌هایی که من آوردم، همه آنها در حیات جای داشتند و بودند. من در حالت اختیاری این حرفها را گفتم. هیچ کس مرا مجبور نکرده است. من از دولت و حکومت خودمان منت دارم که وقتی که من برگشتم آمدم مرا بخشیدند. من در پیش زن و فرزندان و نوادگانم زندگی می کنم.
از خدمت‌های معیشی جامعه استفاده می‌کنم، از جمله مؤسسه‌های طبی برای برگرداندن سلامتیم به مثل یک شهروند استفاده می‌کنم. صحبت‌های من در آینده هم شاید ادامه داشته باشد اگر من زنده باشم و سلامتیم خوب باشد. بسیار آدمان شاید باور نکنند این چیزها را. در اینجا آنقدر جنایت‌ها زیاد هستند که اگر ما ساعت‌ها صحبت کنیم تمام نمی‌شوند. اگر رهبران نهضت گناه‌هایشان را به عهده نگیرند و پافشاری کنند، بعداً مجبور می‌شوم که بشینم و ریز ریز همه جنایت‌های آنها را باز از سر نو به مردم بفهمانم. از همه خوبش خودتان آمده اقرار کنید. منتظر نمانید که من هم این حرفها را بزنم. وقتی که من گفتم این حرفها را، پس برای شما فایده‌ای ندارد.